سلام و خسته نباشید خدمت مسئولین عزیز. آقا این تاریکی شب رو نگاه بکنید داخل بلوار بهمندگی شمالی. اینجا منازل مسکونی آپارتمان بهداشته. شما اگر نگاه بکنید سر تا سر این خیابون از اول بهمندگی شمالی تا اون انتها تاریکی مطلق فرا گرفته. هم برای ما کاسبین مشکل به وجود آورده و نور نیست و هم برای ساکنانی که اینجا دارن تردد میکنن حتی برای یه خرید یه تیکه نون بخوام برن آقا ماشین نیست نور نمیونشون. استدعا میکنم از مسئولین محترم برق فرمانداری نماینده جهت رسیدگی به این موضوع مشکل برق بهمندگی شمالی خواهشمندم آقا رسیدگی رو یه توجهی بفرمایید. ممنونم. با تشکر.